یاد بگی. یک ترجمه کنم باز گپ میزنیم. جمله معترضه است: الذين يتبعون الرسول، آنانی که اتباع میکنن پیامبر را. کی است پیامبر؟ النبی، نبی است. الامیه، کتابت و سواد را نمیدانه. الذی، شخصیتی هست که یجدونه، یهود نصارا میابنش مکتوبا نوشته شده، عندهم در نزد خودشان، فی التورات والانجیل، در تورات و انجیل. صفت پیامبر چیست؟ صفت پیامبر در تورات و انجیل چیست؟ در قرآن چیست؟ یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر. امر بالمعروف و نهی چی میکنه؟ در رأس معروف توحید است. چیست؟ توحید. توحید سنت. سنت که گفت از وطن بکش، گپی بوش گوش بکو، خو از اینا را نه. توحید در رأس امر چیست؟ معروف. و در رأس منکر چیست؟ بت پرستی. و یحل لهم الطیبات، صفت پیامبر پاکیزگان را حلال اعلان میکنه. و یحرم علیهم الخبائث، حرام میکنه بالای ملت خبیث ها را. و یضع عنهم اسرهم، دور میکنه ازشان بار گرانشان را. و الاغلال التي كانت علیهم، شدیدها و مشکلات و زنجیرهایی که بالایشان بود. فالذین آمنوا به، آنانی بر رسول ایمان دارن. و عزروه، تعظیمش میکنن. و نصروه، کمک میکنن. و تبعوا النور، دنبال میکنن قرآنی که نور است. الذي انزل معه، نازل شده امرایش. اولئک هم المفلحون، نشان رستگارانند. سبحان الله. شل زندگی را یاد بگی. زمانی که در برابر یک یهود نصارا واقع میشی، از قرآن و حدیث تو نمیچلی. چرا میگه قرآن و حدیث تا قبول ندارم؟ رای حل از تورات و انجیل و دلایل عقلی است. حالا ببین، اگر یک یهود گفت که محمد را قبول نداریم، بگو در تورات صفات پیامبر نوت بگی. مشخصاتی که از رسول نازنین در تورات نوشته شده نوت بگی. در قدم اول رسول است. رسول، اولین صفت رسول در تورات چیست؟ بگو، بلند بگو. رسول. رسول چی معناست؟ فرستاده شده خدا در سرزمینی خدا. پس رسالت رسول از تورات ثابت شد نشد؟ گپ جور شد. دوم مصطفی است. دوم صفت رسول معظم در تورات چیست؟ بگو، مصطفی. اگر گفت که در تورات ما نیست، با چی میگی؟ اگر گفت در تورات ما نیست، بگو تورات اصلی تا نبپال که در کدام آرشیف دنیاست. در هر آرشیف دنیا که تورات اصلی تان است، امور پیدا بکو، باز گپ میزنیم. در قدم اول او پیدا نمیتونه، تو را نمیبره، دیده نمیشه، با مو گم میشه، هلاک میشه، مزمحل میشه. خواب استی بیدار. صفت چندم شد؟ دو. سوم صفت پیامبر در تورات همیست که تندخوی نیست. ما خو عاجز هستیم نه؟ یک ملا بچه چشم در خواب از بیدار شو، بیدار از خواب گران بیدار شو. تکبیر، الله اکبر. تندخوی نیست. چی نیست؟ در کجا نوشته است صفت پیامبر؟ تورات. چهارم صفت ایست بیهودگو نیست. چرندیات نمیگه، اکاذیب و لغویات و شطحیات نمیگه. اینا بیهوده صحبت نمیکنن. یک روز ما صحبت کردیم سیرت پیامبر، لحظه‌ای در سیرت شماره آدم نیست. سنت و سیرت در تکلم، سنت و سیرت در خاموشی، سنت و سیرت در سکوت، سنت و سیرت در گریان. همین چهار یک صحبت است. رسول معظم اسلام در گریان، در صحبت، در سکوت، در خنده چی داره؟ بگونی؟ سنت داره. سنت. از این خاطر شما ملا بچا که بق بق میخندین، در سنت برابر نیست. خنده مسنون ضحک است. به این خاطر به یادتان باش رسول معظم چی نبود؟ بیهودگوی نبود. در کجا نوشته است؟ در تورات. پنجم، در بازارها سر و صدا نمی کند. در بازارها چی نمی کند؟ سر و صدا نمی کند. پنجم، رسول نازنین محبوب رب العالمین در بازارها چی نمی کند؟ ششم، بدی را به بدی انتقام نمی گیرد. بدی را به بدی انتقام نمیگیرد. ما از تورات برات گپ زده رایستم، در قرآن و سنت خب پر است.
ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك وانك لعلى خلق عظیم صل من قطعك واعفو عن من ظلمك واحسن الى من اساء اليك. اینا را من نمیگم، هدف ما در کجاست؟ بدی را به بدی چی نمیگرفت؟ چند تا شد؟ هفتم در مکه متولد میشه. هفتم تولدش در کجا میشه بگو؟ این در کجا نوشته است؟ هشتم هجرت به مدینه میکنه. همین شخصیت متولد مکه به کجا هجرت میکنه؟ صلی الله علیه و سلم. نهم حکومتشان زمین شام و سوریه را فرا میگیرد. به هر صورت هدف سر عزیز چندم شد؟ نهم حکومتشان کجا را فرا میگیرد؟ سوریه. دهم همتش در راحت و سختی حمد و ثنای خدا را میگوید. امتش در راحت و سختی حمد و ثنای کی را میگه؟ چند تا شد؟ 10 تا. نماند از پیشتان خونید نوشته. 11م یادتان باشه، به وقت بالا شدن در بلندی تکبیر میگن. کل می چیزا در احادیث است. رسول معظم کتی مجاهدین در سفرها که میره در بالا که در بلندی تب بلند چی میگن؟ در تغییر وجه تکبیر. عین شکر در تلبیه، در بالا شدن هم تلبیه است، در پایان شدن هم لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و نعمت لک والملک لا شریک لک. این از این خاطر هدف سر عزیز که در بالا شدن گفت چی میگه امتش؟ تکبیر. 11م یادتان باشه، به اثر آفتاب و سایه آفتاب تشخیص و تعیین اوقات نماز میکنن. سبحان الله. به اثر چی؟ بگو سایه آفتاب که مچم چند دو چند شو و سه چند شو بغیر سایه اصلی و چه رقمی، یعنی یک چند و دو چند سه نه، به اثر سایه آفتاب تعیین چرا میکنن؟ اوقات نماز را. حالا اگر ساعت ساخته شده، اگر مثلا ابزار امروزی که به تعیین اوقات است، کلش از همون سایه ساخته میشه. کل از اینا از چی ساخته میشه بگو؟ از سایه نماز. 14م یادتان باشه، اینا چیستن؟ ازار میپوشن، ازار لچ نیستن. اسرائیلی ها اکثر برهنه غسل میکردن، الهی جا میگشتن. جناب موسی کلیم را که سنگ لباس شگریزانده آورد، در اون زمان خم رقمی بود، اما امت از چی میپوشن؟ ازار. پس این همانا خواهران و مادران امت اسلامی که به نام مود و فیشن و استایل تنبان به تن ندارن، در آغاز از امت پیامبر نیستن به شهادت تورات. در قدم دوم همانا سید شده و شکار شده شیطانان، نخستین آثار خدمت شیطانی برهنه شدنشان هست. میرسی فارسی را یا نمیرسی؟ از این خاطر چندم تا شد؟ در 13م همیش. 14م یادت باشه، دست و پای خود را در اندام وضو می شویند به جایهای مخصوص. دستان را تا آرنج و پای را تا کجا؟ بگو. یک طرف عبادت و یک طرف به اثر این شستنا خود را پاک و نظیف نگاه میکنن. چند تا شد؟ 15م در امتشان، در ببینید در امتهای گذشتنی در وقت عبادات یکی زنگ میزنه، یکی دول میزنه، یکی یک چیزی دیگه میکنه، اما رقمی صدا بود نبود بگو. اما امت پیامبر میگه برای وقت نماز اذان میگویند، تکبیر و بزرگی خدا را یاد میکنن. در کجا نوشته است بگو؟ یا تورات. 16م صفوف نماز و جهادشان مانند صفوف چیز؟ صفوف جهادشان مانند صفوف نمازشان است. صف بندی در جهاد مانند صف چیز؟ نماز. سبحان الله. چند تا شد؟ 17م صدای تلاوتشان در شبها مانند صدای زنبور عسل می جوشد و می خروشد. سبحان الله. پس قرآن، یا اهل القرآن یا اهل القرآن لا تتوسدوا القرآن، حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم است. ای اهل قرآن، قرآن را بالشت خوابت قرار مده. قرآن در گهواره تفلک زیر سر طفل است. قرآن در زیر بالشت کسی است که در خوابش میترسه. با آواز بلند بگم تو راست یا نه؟ اما رسول میگه لا تتوسدوا القرآن. خصوصیت امت، مشخصات، شاخصهای بزرگ امت محمدیه صلی الله علیه و سلم، صدای تلاوت قرآنشان در شبهای تار مانند صدای زنبور عسل می جوشد و می خروشد. چند تا شد؟ بگو.
بگو در انجیل عین صفتا و زیاتی هم است. در انجیل عین صفتا و زیاتی هم است. زیاتیش چیست متوجه شو. میرسین یعنی رسول نازنین صلی الله علیه و سلم وفات نمی کند تا زمانی که قوم کج را به کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله چی نکند؟ راست نکند. در احادیث هسته. خب ما هدف ما ایست که از قرآن و سنت خود صحبت نمی کنم. از کجا صحبت میکنیم؟ انجیل و تورات. سبحان الله، سبحان الله. خدا خودش رحم کنه. حدیث ابو داود و امام احمد هم هست. دوم، من ناراض نمی شوم از محمد آخر زمان، ناراض نمی شوم. سبحان الله. از انجیل نصارا ای گپ ثابت میکنی که الله میگه ما از محمد مصطفی چی نمیشم؟ ناراض نمیشم. سوم، اون از من ناراض نمی شود. هر قدر مصیبت بیارم، دندانش شهید شود، گرسنه بمانه، تشنه بمانه، محاصره شود، اصحابش 70 تا شهید شود، ولی از من چی نمیشه؟ ناراض نمیشه. سبحان الله. چهارم، نافرمانی نمی کند. رسول نازنین چی نمی کند؟ نافرمانی. ششم، پنجم، لغزش او را عفو می کنم. اگر لغزش کرده باشه چی می کنم؟ عفو. ششم، امت او امت مرحومه هست. امتش کنتم خیره، امت مرحومه است. هفتم، نوافل و فرائضی که به انبیای سابق داده شده بود به رسول نازنین و امتش هم چی میشه؟ بگو چند تا شد؟ هفت. این خو انجیل است نه؟ هشتم، امت او از همه بهترن، بیشتر مرحومه گفته بودیم. هشتمش هم است که امتش از همه چیستن؟ بهتره. نهم، 6 چیز را برای امت رسول داده می شود که به دیگران داده نشده. گرچه زیاد است خود 6 چیز میگه. کدام است او 6؟ او 6 پیدا کن. بگو. به خطا و نسیان عذاب نمی شوند. رفع عن امتی الخطا و النسیان و ما استکرهوا. به خطا و نسیان چی نمیشن؟ اول از 6 میست. دوم، عفو بخواهند عفو کنم. عفو بخواهند چی کنم؟ سوم، مال برای الله سبحانه و تعالی انفاق کنند در دنیا بیشتر از همه. انفاق فی سبیل الله نسبت به دیگران امت محمد زیادتر کنند. چند شد؟ 3. چهارم، مصیبت آید در جریان مصیبت انا لله و انا الیه راجعون بخوانند. سبحان الله. مردم سر خود کل میکرد، مردم دایخن خود میزد، مردم رخسار خود میزد در وقت مرده ها، اما امت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم چی را میخوانه؟ پنجم، در مقابل استرجاع صلات، رحمت، جنت الله برایش میدهد. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. ببینین چندم شد؟ پنجم شد. ششم، هر دعایی که میخواهند قبول میکنم به 3 شرط، به 3 صورت. یک، قبولیت دعا امیست که در دنیا نتیجهش بگیری. دیگه قبولیتش امیست که مصیبت رفع شده تو خبر نداری. سوم امیست که در جنت برات ذخیره کرده. آل فهمیدین یعنی الذین یتبعون الرسول النبی الامیه. اگر او گفت که در تورات ما هم نیست، در انجیل ما هم نیست، بگو دست خورده در اصلیش است، میگه چی اعتماد داری که است؟ قرآن میگه که یجدونه مکتوبا عندهم، در پیش خود چی میافند؟ یأمرهم بالمعروف بخلع الانداد و مکارم الاخلاق و صلة الارحام. امام قرطبی 3 توجیه کرده. یأمرهم بالمعروف، رسول معظم به تخلیه عقیده ها از شرک پرستی، از بت پرستی، از چوب پرستی، از پیر پرستی، از ملا پرستی، از همه چیز اینا را امر میکنه که نکنین. درست است؟ و مکارم الاخلاق. و دیگه چی میکنه؟ اخلاق زیبا. و صلة الارحام. دیگه چی میکنه؟ و ینهاهم عن المنکر، عبادت الاصنام، قطع صله رحمی و اخلاق رذیله. اینا. و یحل لهم الطیبات، پاکیزگان را چی میکنه برایشان؟ بگو. پاکیزگان را اعلان میکنه که چی است؟ پاکیزه هست. پاکیزه را اعلان میکنه که پاکیزه هست. و یحرم علیهم الخبائث. چهارم صفت پیامبر همیست که خبیث چی میکنه؟ حرام. میگه قرن
او گرنگ بای ما تا گوری چه خبرت است تو آسان شی. در مسئله موجودات دریا بین امام مالک رحمت الله علیه و ائمه یک اختلاف است. امام مالک رحمت الله تعالی علیه می فرماید سگ دریا، خر دریا، خنزیر دریا همه چیز شیست حلال است. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه می فرماید غیر از ماهی دیگه چیزی در دریا حلال نیست و خوردنی دیگه چیزی حلال نیست. جناب امام مالک میگه احل لکم صید البحر و طعامه، صید بحر تمام شکار دریا را الله به ما چی اعلان کرده؟ جناب یوسف قرضاوی الله رحمش کنه او هم در حلال و حرام خود همه چیزای دریایی را حلال گفته، خود را پیوند مالکی میدهد. اما برای این که خدای نخواست ما توهین نمی کنم، ما شعار ما را بفهمین، به همه دعوتگران دنیا ذاکر نایک باشه، یوسف قرضاوی باشه، اگر یوسف استد باشه، هر کسی که است ما سخت احترام دارم بسیار زیاد، اما در پرده دلیل غمی کسی را ما نداریم. در پرده دلیل غمی کسی نداریم. کتابش حلال و حرام نوشته است، مگر متاسفانه من حرام در بینش نیافتم. نامش اگر حلال می بود خیلی خوبی، حرام در بینش نیافت. موسیقی به این شرط حلال و گوشت خنزیر به این شرط حلال و از آدم به این حلال نه. جناب امام ابو حنیفه میگه چهارم این صفت پیامبر در تورات و انجیل است که و یحرم علیهم الخبائث، چیزای خبیثه را چی میکنه؟ حرام. چی در دریا باشه چی در بیرونی دریا باشه، چی در دریا باشه چی در بیرونی دریا، امور خبیثه را حرام میکنه. و یدعو عن، اما صید البحر چی معناست؟ اصطیاد. اونجا صید به معنای صیاد شکار کردن است. شکار دریا مطلق جایز است، یکیش پوستش کار میکنه، لا اقل هیچ چیز کار نمیاد، از شر از او دیگه مردم آرام میشه. و یدعو عنهم اسرهم، وضع میکنه از اینا بارگرانشان را. میگه قرنگ آزادی که میگه نه، آزادی و دموکراسی کفری را که به تو آزادی نشان میتن. قرآن میگه بار گران، زنجیر و زولانه و غول گردن ملتای سابقه را رسول معظم در تورات و انجیل نوشته است. پنجمین صفتش که چی میکنه؟ وضع میکنه. پس همی بارت که سبک شو آزاد میشی نمیش، زنجیر از گردنت خطاش آزاد میشی نمیش. پس آزادی را برای ما کی بیان کرده؟ رسول صلی الله علیه و سلم. در کجاست؟ هم در تورات. یجدونه مکتوبا عندهم فی التورات والانجیل. آل فهمیدی یا نه فهمیدی؟ ها؟ نوشته میشد سبایی سر دروازه است که امشب فلانی گناه کرده، بگی جمع کالی سبا بلند میشدن که سر دروازه فلان ابن فلان امشب گناه را کرده. مثل ملا بچه را که به خیزان بخی که تو خو رفته، کلی مردم میفهمه که خو رفته. نگب نرسیده نه؟ ها؟ در جایی که هستی به هر قیمتی میشه آب پیدا که تیمم برش اجازه نیست. هر جایی که هستی در معبدگاه خدا برسانده، دیگه جای نماز خواندن اجازه نیست. از رو بیمال زکات بده، نجاست در جان و زد قطع کو پوست بدن تکی لباس. پس بنان و یدعو عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، آزادی را کی آورده؟ بلند بگو رسول معظم به معنای خودش. فالذین آمنوا به، نکته نفس ایمان بر رسول راه نجات تو را تضمین کردن نمیتواند. نفس ایمان بر رسول چی نمیتونه؟ بگو راه نجات تو. بل وعزروه، بلکه چی شود؟ تعظیم. ایمان امانا ایمانی است که به تعظیم باشه، در غیر آن قابل قبول نیست. ایمانی به تعظیم هم تو را به جای رسانده نمیتونه. ایمانی به تعظیم هم که ایمان دارم دوستش دارم. و نصروه، سنتش را چی باید کرد؟ نصرت کرد. عمل کردن به سنت، قبول محمد صلی الله علیه و سلم هم تو را به جای نمی رساند. واتبعوا النور الذی انزل معه، بلکه چیرم قبول کو؟ قرآن دم قبول کو، از آن اتباع کو. حالا فهمیدی که راه کامیابی در کجاست؟ ایمان به الله، به رسول، تعظیم دین خدا و دین رسول، نصرت دین خدا و دین رسول، پیروی عملی قرآن و سنت رسول. اینجا باستو معیار حق و باطل میفهمی. رفت پشت کارشی زیر خاک شد.
یعنی که معنیش کس این عمل نمیکنه. اولئک هم المفلحون، رستگارانن. قل بگوی نبی کریم علیه السلام یا ایها الناس، انسان ها و جنیات، یا ایها الناس انسان ها و جنیات، انی رسول الله الیکم جمیعا، من رسول خدا به سوی شما هستم دست جمی. الذی له ملک السماوات والارض، خدایی که از برای از بادشاهی آسمان ها و زمین است. لا اله الا هو، هیچ معبود بر حق نیست مگر الله. یحیی، زنده می کند و یمید می میراند. فآمنوا بالله و رسوله، ایمان و خدا بیارین به رسولشم. النبی الامی، به نبی که بی سواد است. الذی یؤمن بالله و کلماته، خود نبی به ایمان و کتابای خدا ایمان دارد. و اتبعوه، نبی را دنبال کنین. لعلکم تهتدون، برای اینکه رایاب شوین. و من قوم موسی امه یهدون بالحق، از قوم موسی علیه السلام هم امتی ان که یهدون، چی معنا؟ امر بالحق میکنن. و به یعدلون، به محق عمل میکنن. قوم موسی کیس؟ عبدالله ابن سلام. و قطعناهم اثنتی عشرة اسباطا امما، قطع کردیم ما اینا رو 12 گروه ساختیم. چند گروه ساختیم بگو؟ چند؟ شمه از پیشت خفه میشه. شمه را کسی خوانده دستش بالا کن. شمه بالشمته، او نام خدا. آفرین به علم مولا غلام جان، کلگی خوانده و دیره خاکی خوانده بیا جواب بده. تمیزی اعداد از ده تا چند سو که میری مفرد است میگه نمیگه. اعداد اوسط میگه چی میگه؟ اعداد چی میگه؟ اوسط است نی؟ ما غلط نشو ملا بچه، از ما خو وقت تیر شده. خواه اثنتی عشرته، اعداد اوسط شد نشد؟ اسباطن امما خو تمیز جمع آمد. این میدان کی پورا کن. خیشمه را سر بخوانین دیگه پیش نرونه. این بدل است، بدل. عشرت قبیلتن، عشرت فرقتن، دا فرقه دا قبیله، بدلش اسباطن، اممن صفتش، اممن چیزش صفت. آله فهمیدی؟ بعد از این خودیگه بند نمیمونی. خواه و اوحینا الی موسی، و آیا کردم موسی علیه السلام اذ استسقاه، وقتی که طلب آب کرد قومه برای قومش. ان اضرب بعصاک الحجر، بزن با عصایت سنگ را. فانبجس، صدا برآمد کم کم. منه 12 عینا، 12 چشمه. عینا مفرد سیس. قد علم کل اناس مشربهم، هر کدام جای نوشیدنش را میدانست. و ظللنا علیهم الغمام، این تفصیل در سوره بقره تیر شده. چتر سایه انداختیم بالایشان ابر را. و انزلنا علیهم المن و السلوى، نازل کردیم بالایشان من و سلوا را. امی من که همیشه ترنجبین میگن، ترنجبین دمانشان بتین پیدا کنین. کلوا من طیبات ما رزقناکم، بخورین گفتیم از آن چی پاکیزه به شما روزی دادیم. و ما ظلمونا، به ما ظلم نکردن. ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لکن نفسای خود را ظلم میکردن. و اذ قیل لهم، وقتی گفته شد برایشان اسکنوا هذه القريه، سکونت کنین بیت المقدس را. و کلوا منها حیث شئتم، بخورین از اما قریه هر جایی که میخواین. و قولوا حتتون، بگوین که سوال ما حته کم کردنی گناه است. و ادخلوا الباب سجدا، داخل شوین دروازه قریه و شهر را با عاجزی و تضرع. نغفر لكم خطیئاتکم، تا ببخشم برای شما گناهان شما را. سنزید المحسنین، زود است که زیاد میکنم برای محسنان، بر علاوه بخشش گناه ثواب میدهم. فبدل الذين ظلموا منهم، بدل کردن آنانی که ظلم کردن از ایشان. قولا قیل لهم، قولا غیر الذی قیل لهم، قولی را گفته شده بود، فعلی را گفته شده بود با قول و فعلی که گفته نشده بود. فارسلنا علیهم الرجز من السماء، نازل کردیم بالایشان عذاب طاعون از آسمان را بما کانوا یظلمون، در برابر ظلمشان. واسالهم عن القريه، از ایله پرسان کو ایشان را از اهل قریه ایله. التي كانت حاضره البحر، که در نزدیک دریا بود. اذ یعدون فی السبت، تجاوز در روز شنبه کردن. اذ تأتیهم حیتانهم، آمدشان را ماهیشان می آمد. یوم سبتهم، روزی چی؟ شنبه شرعا ظاهر. و یوم لا یثبتون، روزی که هفته نبود. لا تأتیهم، نمی آمد. کذالک نبلوهم بما كانوا یفسقون، همچنین امتحان کردیم در برابر فسقشان. و اذ قالت امه منهم، یک امت ساکته بود. لم تعیدون قوما الله مهلكهم، چرا وعظ میکنین به قومی که الله اونا را چی میکنه؟ هلاک.
او معذبهم عذابا شدیدا، یا عذاب میکنم ایشان عذاب میکنه عذاب سخت. قالوا گفتن نادر معذرتا الی ربکم ولعلهم یتقون، معذرت میکنیم به معذرتی که برای این که ایشان پرهیزگاران شوند. نشادی داد سامانی، نغم آورد نقصانی، پیش همت ما هرچی آمد بود مهمانی. نشادی داد سامانی، نغم آورد نقصانی. سامان و پول و پیسه زیاد شود خوش نمیشیم، نقصان شود خفه نمیشیم. چرا؟ پیش همت ما هرچی آمد بود مهمانی. پیش همت ما نقصانش هم مهمان است، چیزش هم زیاد شد. مهمان میره دیگه. مهمان چی میکنه؟ یک روز دو روز آخر میره. مهمان یک روز دو روز 5 روز آخر چی میکنه؟ میره. از این خاطر عجیب شعر است والا. نشادی داد سامانی، نغم آورد نقصانی. از پیسه دار شدن و زندگی دار شدن چی نشدیم؟ خوش. از نقصانش چی نمیشه؟ پیش همت ما هرچی آمد بود مهمانی. مهمان خود دائمی نمی باشه، مهمان میره دیگه. یک روز قصه مهمان خبر داری؟ خبر نداری؟ با شرط قصه میکنیم که بق خنده نکنی. خبرت کردیم به خاطر چی چاره کنیم دیگه. خواب شما مجبور میسازه اگرنی وقت قصه نیست. مردک میمان است، اسب جوخر داره، یک سر جو میخره، هیچ نمیره. زنک شوهرش گفت والا این میمان نمیره. ما خود نمیتونیم ایکده گفت میمان است. گفت من چل میکنم. گفت خوب است. شوکی شد گفت نان میارم مرا صدا کن، من که میمان نان میخورم، غیر از او دیگه تو میره در کار بار و از این میمان روی گیری نمیشه. شو در غوری نان نمرداشت. اگر رقم دیگچه یکایی که دانش تنگ است دیدین نان ده و دیگچه ورده. برای شوهرش میگه که من دستم داخل کردم میکشم، تو داخل کو، تو کی داخل کردی؟ من گوش نمیمونه میره. دست میمانه که شوشتن تا اینا میایه، میمان دست راست داخل میکنه چپ داخل میکنه، راست داخل میکنه. با بغ خنده کردی. دید که نشد گفت والا این نمیشه. دیگر روزش گفت که دختر صاحب خانه گریان داشت. گفت بچیم گریان نکو، کاکای میمان امروز است میره. میمان یک 10 دقیقه بعد دیگه دختر گریان داشت. گفت جانی کاکاش ما پیسه رو بگی مامای کاکای یک ماه دیگه هم است. نشد. دیگر روز مردک گفت که اسب شیلا میکنه، من دریا تر میکنم. اسب ایلا کردن از دریا تر که های اکای میمان اسبت گریخت. کراوشایش کشیده ای طرف دریا مونده، پشت اسب میره. اسب کی آورد؟ کاکای صاحب خانه یک عرب رمی شاخ درخت قطع کنم اینجا بشانیم درخت شوه. به میخای خردریزه اسب ما گیر نمیکنه. دیگر زنه گفت که من داس ناوقت برات میتم، یک دو تا مرا بزن. داس داد، یک دو تا زد، همسایه جمع شد، چیغ و پیغ کرد جمع شد. دیگه مردک گفتن او مردک همی زنی که تمامی کار و خدمت مرد و زن میکنه، چرا همی تو میکنی؟ هیک تو شد شولشت. زنک میگه، زنک چی میگه؟ تو گریان داره. ها کاکای میمان تو دانی و خدایت که امروز هستی صبح میری گناه کیست؟ گفت امروز هستم، یک ماه دیگه هم هستم، گناه است توست. با خنده کردی. نشد دیگه چی چاره کنیم که شما. خب به هر صورت خدمتتان عرض کردم که نشادی داد سامانی، بگو نغم آورد نقصانی. پیش همت ما هرچی آمد بود اینی رقم باش. پیسه دار شدی هم هیچ دقمش نباید به پیسه سرازیر یک رقم شده پیش میری، دقمی پیسه نباش. ملا نصرالدین نگفت که دقمی پیسه نگفت که او سپرتم تو بگیری. فلما نسوا ما ذکروا به، هر وقت فراموش کردن آنچه را پند داده شدن، انجینا الذین ینهون عن السوء. خب سایکو کدام نجات دادیم؟ میگه الذین ینهون، فقط امو فرقه را نجات دادیم که مردم منع کرد بس. و اخذنا الذین ظلموا، گرفتیم کسایی را که چی بودن؟ ظلم کردگی خود گناه کرد. و دیگه چی میگه؟ لما تعیذون قوما الله معذبهم مهلكهم، چرا شما من میکنه قومی را که خدا هلاک کرد؟ امیرم گرفتیم، این قوم کدیشان رفت.
ببئیسین بعذاب بئیس، بعذاب سخت، بما کانوا یفسقون، در برابر فسقشان. فلما عتوا عما نهوا عنه، دیروز در جمعه خواندی فلما عتوا، او ما از شما پیش است، اونا دیروز خواند شما امروز خواندین، اونا پراگنده میخوانه شما از یک سر میخوانین. فلما عتوا، هر وقتی که با ورزیدن سرکشی کردن، عما نهوا عنه، از آن چی که منع شده بودن از امو، قلنا لهم، گفتیم برایشان کونوا قردة خاسئین، شوین شادگان و ذلیل. و اذ تأذن ربک، اعلان کن با خبر یاد کن وقتی را اعلان کرد پروردگارت. اعلان کرد چی؟ پروردگار چی گفت؟ لیبعثن علیهم الی یوم القیامه، روان میکنیم بالایشان، بالای یهود تا روز قیامت، من یسوموهم سوء العذاب، کسی اینا را تا روز قیامت چی برسانه؟ عذاب. این کدام اعلان است؟ و ضربت علیهم الذل امو اعلان است. ان ربک لسریع العقاب، هر تیز حساب کننده است علایت. و انه لغفور رحیم، الله غفور و رحیم است. و قطعناهم فی الارض امما، توته کرده اینا را در زمین گروه گروه. منهم الصالحون، یکشان صالحینن، و منهم دون ذلک، دیگرش دیگرن. این تقسیم دو احتمال دارد، در زمان حکومت تورات بود یا در زمان نزول قرآن بود. سبحان الله. منگه قرن رمز سیاسی قرآن را فهمیدی که چی میگه؟ اجتماع ملت ها بزرگترین رحمت الهی است، تفریقی ملت ها بزرگترین گرفت الهی است. چرا؟ و قطعناهم فی الارض امما، و قطعناهم فی الارض امما. در کل دنیا بری افغانی ها هست، در امریکا، در لندن، این یک نوع عذاب الهی است. چرا؟ و قطعناهم فی الارض امما. لیکن منهم الصالحون، باز هم بعضشان چی هستن؟ صالحون. و من دون ذلك و بلوناهم بالحسنات والسیئات، امتحان کردیم ام به نعمت ها ام به مشقت ها، مگر این را خواندن که نه شادی داد سامانی نه غم آورد نقصانی، پیش همت ما ارچی آمد بود مهمانی. لعلهم یرجعون، برای این که رجوع کنن از فسادشان. فخلف من بعدهم خلف، جای نشین شدن بعدشان جای نشینان. ورثوا الکتاب، به میراث بردن کتاب را. یاخذون عرض هذا الادنی، میگرفتن دنیای ناجوان را، کتاب تحریف میکردن. و یقولون، میگفتن سیغفر لنا، زود است بخشش میشود و ما. منگه قرن دیروز گفتم که مسئله فریب، گفتم نگفتم؟ گفتم یا نه؟ سیغفر لنا، خدا بخشیده میشه برای. جناب امام قرطبی میگه و هذا الوصف الذي ذم الله به هؤلاء موجود فينا، امی وصف را که الله سبحانه و تعالی بدی یهود یاد کرده، نیکوهیش کرده، تقبیح کرده، امی وصف دمام است، هست نیست. ای الله بخششگر است. معاذ ابن جبل رضی الله عنه می فرماید که سبیل قرآن در زود است که کهنه شود. قرآن در سینه ملت ها مانند که لباس کهنه شود. لباس که کهنه شد با بوسیده شدم تو دست کدی میرزه نمیرزه. پس قرآن در سینه ملت ها بوسیده میشه. اصل قرآن نه. لا یجدون له شهوة ولا لذة، نه از قرآن لذت میفهمه نه چی را میفهمه، نه مزره، بس هم قلقله فاتگیری کنه میشه. یلبسون جلود الظن على قلوب الذئاب، میگه میفهمینه در ظاهر چی را پوشیده؟ پوست گوسفنده. او از پشم از زیدا مردم میپوشنی، مگر دلشان گرگ است. گرگ امو رقم نیست، خدا که امو رقم است. پوست روبا را پوشیده، پوست چی را پوشیده؟ پوست بز و گوسفند. بز و گوسفند خود کسا نمیخورنی، مگر روبا و چی میخور؟ گرگ. سبحان الله. الله برای من و شما رحم کنه، والله که مشکل است. اعمالهم طمع لا یخالطه خوف، فقط اعمالشان فقط طمع است. سیغفر لنا، سیغفر لنا، خوف ما گم میشه میره. سبحان الله، سبحان الله. الله برای ما رحم کنه، الله برای ما چی کنه؟ رحم کنه. از این خاطری در ما هم موجود است. و یاتیهم عرض مثله، همین قیدیگم دنیا داده شد و یاخذوه میگیرن. الم یؤخذ علیهم میثاق الکتاب، آیا گرفته نشد بالاشان پیمان تورات را؟ چی بوده تورات؟ الله یقولوا علی الله الا الحق، نگوین به خداوند مگر چی را بگوین؟ حق. و درسوا ما فیه، قرائت کنن آنچه در تورات است قرائت کردن. و دار الاخره خیر للذین یتقون، دار آخرت بهتر است به متقیان.
افلا تعقلون آیا عقل ندارین والذین یمسکون بالکتاب والذین تمام یهود خراب نیستن عبدالله ابن سلام هم داره از این خاطر بارها ما گفتیم که از ما با خوبان کاری نیست یک محصل گفت چرا تو میگی مثلا جوانی عزیز راهی بیرون رفت ماست بگیم که والا علماء تو کد کی تو کد یک عالم خوب می از یخنت میگیره چی کردیم من والا استادای پانتونی تو رسنود استادای پانتون خوبایش می از یخنت میگیره ما چی گناه کردیم والا قاضی تو کد که قاضی تو کد عالم میاد جانت میگه او من قاضی استم چی کردیم من بگو با چی چاره میکنی راه برآمد نمیسنی ما با خوبان چی نداریم خوب هستی دیگه تو قاضی صاحب هستی عالم هستی حاجی صاحب هستی نوری دیده ما هستی تو محصل هستی تو استاد پانتون هستی شاید دوست داریم تو را خو من نمیگم آخو تو زگفت که کلایت محکم بگید دو سر دگه برسیدین یا نه والذین یمسکون الکتاب آنانی که چنگ میزنن به کتاب تورات عمل به تورات به قرآن میکنن و اقاموا الصلاة نماز میخوانن انا لا نضیع اجر المصلحین اونا مصلحون هستن ما اجر مصلحین چی نمیکنیم ضایع نمیکنیم یادت باشه بایی منگه قرن در سفر حرمین بسیار تلاش میکردم که به فرمول امی عربا را گوش بگیرم چی میگن یک نکته مهم میره که از همون جا یاد گرفتم مسئله تمسک و اخذ بود زمانی که یگان چیزی عادی را برد میته میگه خود یک پیسه را میته نان میته میگه خود حبیبی ابو محمد خود باز یگان بوجی جوال یگان چیزی محکمه که میگرم امسک او ما گفتم فهمیدم چیزایی که عادی گرفته میشه خود اینه بگی امسک محکم بگی نغلطه محکم بگی نغلطه از اونجا در کلیم کار کرد که امی رقم است بوجی باشه جوال باشه میگه امسک دیگه چه خود میگه قرآن میگه والذین یمسکون آنانی که محکم گرفتن کتابه که نغلطه پیشن در قلبش در روحش در روانش در اندامش تحکیم کتاب در زندگیش است ایره تمسک میگه قرآن حدیث هم میگه گفته بودم براتون و بسرد المتصل مني الى مالك بن انس رحمه الله عليه مرسل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم امرين لن تضلوا ما اخذتم نگفت ما تمسكتم نغلط حدیث است پیش نغلط که در بدری میشه نکات مهم ایراد کتاب یا تورات است یا عمومی یک دوم مراد از تمسک پایبندی و عمل به احکام از اینجاست واژه تمسک را به کار برده شده برای اینکه محکم گرفته شود سوم از تمام احکام فقط نماز را ذکر کرد برای اینکه اگر نماز درست شد همه زندگی ساخته میشه اقام الصلاة